شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد. اللهم ربنا صل على نبینا. برادران و خواهران، الله سبحانه و تعالی و پیامبر او صلی الله علیه و سلم ما را به متحد شدن دعوت کردند. قوه مسلمان ها در متحدی آنهاست. برای همین الله می گوید و با یکدیگر به نزاع برمخیزید که ناتوان شوید و قوه شما برود. پیامبر علیه السلام گفتند مثال مؤمنان در دوستی، محبت و شفقت نسبت یکدیگر همانند یک جسد است و یافت می شود کسی که می خواهد این جسد را پراکنده سازد و ما را خراب کند. انا برای همین تو می بینی که چه خیل آنها فتنه انگیزی می کنند برای آنه که مردم در محیط نفرت انگیزی و بدبینی حیات به سر برند. اما اسلام برای ما راهی چگونه مناسبت داشتن با این فتنه ها را نشان داده است. اگر تو یگان خبر شنوی طریق بنام شبکه های اجتماعی و یا از سخنان مردم، انا اینجا یک چند معیارهایی هست که تو باید آنها را پذیری. سراول الله میگوید چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نبردند و نگفتند که این تهمت آشکار است. برای همین ما همیشه گمان نیک داشته باشیم. اویدی کسی که درباره اش سخنان بد پهن می شود ما میگوییم نه، آنها چنین کردار را انجام ندادند. و دوم ما دلیل طلب میکنیم از آن کسانی که این سخنان را پهن میکنند. آیا شما دلیل دارید؟ الله میگوید چرا 4 شاهد برای ادعای خود نیاوردند؟ پس پهن کننده سخنها باز می ایستد. اما اگر ما بر آنها تبسم کنیم و آن سخنهایشان را گرفته پهن کنیم، پس ما نیز در راه آنها قرار میگیریم و برای پهن شدن دروغ آنها کمک میکنیم. اما تو بپرس آیا این معلوماتی تو با اعتماد است؟ تو با آنها بودی که تو این سخنها را زنی؟ از کجا تو این سخنها را میدانی؟ دلیل تو چیست؟ چون الله میگوید چرا 4 شاهد برای ادعای خود نیاوردند؟ سیوم چرا زمانی که شما این را شنویدید نگفتید که ما نباید این طور گوییم؟ خاموش ماندن ما حتمی است در چنین حالتهای پهنشوی سخنها. نیازی به انتقال چنین سخنها نیست، چون این صفهای ما را پراکنده میکند، قلبها را دور میسازد و یگان سود از پهن کردن این سخنها نیست. و همین طور ما باید چون یک دست باشیم، چون مسلمانی که عبادت پروردگار یکتا را میکند پیروی تنها از یک پیامبر را میکند، نقطه میگذارد و باز میدارد از این مانند سخنها و دروغها با امید اجر از جانب پروردگار زمین و آسمان. یا الله ما را از بندگان مقرب خود گردان، از جمله نجات یافتگان از آتش دوزخ. ای بخشنده و مهربان.